در ترکیه بین ملیساها و شفیوران همدیگر فهمی و همکاری هست کمتر. چه خیل مثال ما موتورسیکلیست برای امنیت میگذارم هیچی نمیگم مرا ملیسا یا که کمتر سکوست سرقت میرم هیچی نمیگم مرا ملیسا ده نمیدونم هیچ کبا ایجاد مثال سی نوشته تماس با رفت استم که برای که پیشم دادم نمیشه در روی پنجم میذارم میدید میشه هیچی نمیگفت میدونه که قانون قطوری نیست ده خودش هم همخ میکنه هیچ کس هم نمیکنه برای که اگر ملیسا انسان را سخت بقپن همه چیز اشتراف کنن چیکنن و ملیسا را میدونن که دسر وایرام انسانو کلانتر میشن و شکایت میکنن اشتراف میکنن کوشش میکنن سختشون بقپنده برای خیلی چیز مثال در گرمانی هست هم مردم قانون خوب رعایت میکنه هم ملیسا خوب اشتراف را میزنه انا دیگه مثال ما کاسکا نپوشم اگر شاید 50% ملیسا هیچ نگه نه که آدم خفاگین ما کاسکا نپوشیدگی باشه ملیسا شاید هیچ نگه 95% ملیسا هیچ نگه پرود نمیکنه یا ویدیو دیگه هم در بالای پیش خود رفته استفاده مثال ملیسا دید خاطی ماشین پوشین یا موتورسیکل نه هیچ نگه بگذار پروا نداره مثلا همکاری بین شفیورا و بین ملیسا ها این چیز خوبه البته همه چیز قانون باشه دیگه زندگی کردن نمیشه